سلام مجدد، خیلی خوش آمدید. برنامه سفر بخیر مشاهده میکنید. اونایی که الان همراه ما شدن، ما داریم قرعه کشی یک خودرو انجام میدیم. دوستانی که تو مسابقه سفر بخیر شرکت کردن، وقتی زیرنویس مسابقه میبینید پیامک بدید، پاسخ صحیح بدید. یه ماشین هم دادیم دیگه، ابی نداره که. خب نفر دوم یک عزیز امتحان کردن، در ماشین باز نشد. یکی یه سویچ دست همه دوستان هست، یه شک یکی قراره باز بشه. نفر دوم کی داوطلبه؟ من بیشتر میگم آقایون زودتر بیان، چون بالاخره جایزه که مال خانوماست در هر حال. خانوما بفرم. یکی از خانوما بیان. بفرم. شما آماده این؟ شجاعت بفرم. از اینجا تشریف بیارید. شما که نمیفروشید. ببین الان فروخته بود سویچ من 300 تومن، الان بنده خدا گیرش اومده بود. بفرمایید. هنوزم دیر نشده. اون 300 تومن سر جاش هست، من میخرم. از خودم هم میخرم. حالا شانسم امتحان میکنم. برنامه و دوستان ایران خودرو شبکه و راهنمایی ندارم، خودم 300 تومن میخرم. شانسم امتحان میکنم. میخوام امتحان کنیم. خیلی خوب. وقت کم داریم و حالا یعنی باز بپیچیم. ببین میشه؟ یه خورده دیگه تلاش کن. شاید بشه. ای وای. متشکرم. دوباره چی شد؟ دوباره؟ یه صدایی داره. آره باز شد. صبر کنید. اینا باز شد. آه خدای باز شد. نه خدای باز شد. خب آخه ما الان 6 نفر دیگه داریم. یه بار دیگه قفل کنیم. صبر کنید از یه بار دیگه قفل میکنیم. شما نگاه نکنید یه دقیقه. بیننده‌های عزیز یه دقیقه نگاه نکنید. یه چای بریز آشکال برای آقا. بودو. نه یه چیزی شده. نه میخوام قفل بشه دوباره. بذار بیرم. الان فقط باز کرده. خب بذار بیرم. این از داخل یه نفر بره قفلش کنه از اون ور. خب بذارید من یه کاری بکنم. آره شما تو میشه از داخل قفل من بازش کنم دوباره. بذار اصلا یه کاری دیگه میکنیم بچه‌ها. من میگم بقیه دوستانم بیان باز کنم. اگه دیگه باز نشد میفهمی همینه دیگه، تو الان قفله دیگه. خب یه کاری میکنیم. آره همه کار کردن. دوستان میگن دستگیره بالا نگهدار. بذار اصلا آره نه باز شد، من دیدم. همین مجری شهادت میده که دیدم باز شده. شاید راحت بشه. حسینی خب دیگه خیلی خوب. برو تو از این در ببند دیگه. از این برو تو. از اون در امتحان کنم. بذار از اون در امتحان کنم. حتی اون چیزش نیست. خیلی باحاله. خیلی قشنگه. های من خب این باز شد. اون در رو باید شما بشین داخل. آقای مهندس بشین داخل شما. آها. خب حالا قفل کنید. ببینم باز شد. نه خب دست بزنید. درست شد. نه نوره دیگه. خب حالا یه کاری میکنیم اصلا. من میگم بقیه دوستانم بیان باز کنن. دوستان ایران خودرو هستن دیگه. اگه یکی دیگه هم باز کرد یکی دیگه هم جایزه میدیم. من گفتم الان. خواهر بزرگوار این سویچ خدمت شما. بفرمایید شما بشینید. یکی دیگه از آقایون حالا بیاد. بابا شما بیاین. شما تشریف بیارید. باور کن باز کنه الان ایران خودرو دوستان اینجا هستن، یه دونه دیگه ماشین میدن. خیلی راحت میشه. الان قفل شد. باز کن. خب این نشد. اب نداره. دفعه دیگه مسابقه دیگه. بابا شما بفرمایید. بفهم خیلی دوست داشتی 26 برداشتیدم. نشد بابا. ماشین داری؟ نگو چه مارکیه. نگو. خب بفهم. شما بفرمایید. خدا یکی دیگه باز کنه یه دونه دیگه الان
مجری گفت باید بدن دیگه، نمیشه. نشو. ببین ایشون میگه گفتی دست خانم هست. گفتم اصلا. بفهمید خدا. شما بیا باز کن. شما باز کردیشون. سویش مون؟ اصلا سویشو ول کردی آقا بنده خدا. اون نمیخواد. بیا عزیزم بیا. شما کن. باور کن اگه باز کنی یه ماشین دیگه بگیر. نشو. ماشین داری؟ نه متاسفانه. یه بار دیگه تو مسابقه شرکت. تا اینجا اومدی خیلی یعنی خوش شانسی ها. خیلی خوبه. خب خواهرایی که نمیدن بیان، هر دو بزرگوار بیان. از اون حالا شاید باز شد دیگه، ولی خدایی الان یکی باز شه و دوباره دومی هم خانوما برنده میشن. من از سفر گفتم که بچرخ کنیم. نه قفل نیومده دیگه. باز شد نه خدا. دوباره بی زحمت. آها دوستان میگن این درسته، چون هم باز شد هم قفل شد. راست میگن. دوباره بزنید. آره هی باز میشه. الان باز کنید. وایسید. این باز شد درسته. حالا ببندید. مجری عادل. دوباره قفل کن. آها اینم مهمه. استارت هم مهمه. یه دقیقه صبر کنید. خب دوباره قفل کنید. اصلا موضوع تاریخی شده. خب قفل کنید. نه از اون آها الان قفله. حالا باز کنید بشینید استارت بزنید. رانندگی گواهینامه دارین؟ خدا شکر. خلاص کنین. آره خواهری که سویشو باز کردن تشریف بیارن. سویش دستتون هست دیگه. تشریف بیارید شما. خب حس میکنیم ببینیم روشن میشه. روشن دسته رو بزنیم. خانم تشریف بیارید بیرون. ایشون هم باید امتحان کنن. خاموش کنید. بعد خاموش کردین. سویچو بردارید. اونجا بمونه من برمی‌دارم. بعد قاطی میشه با اینو دیگه به شما نمیدم. بفرمایید. آها شما نمیتونید رانندگی کنین؟ خب شما همسرشونین؟ داداششون. داداش بیا. ببین تو هم برنده میشدی، این آقایون هم برنده میشدی، مال خانوما بود. فقط اجازه بهت داده خواهر بزرگوار سویچ بپیچونید. عزیزم بیا. همین خط. آره اول قفل می‌کنیم. خب ببین الان قفل نمیشه. خب اون سویچ رو شما رو دوباره بندازین قفل کنید با اون. قفل کرد. باز کنید. دوباره قفل کنید. خب دوباره باز کنید. حالا قفل کنید. خب قفل باشه. سویچ بیاد. شما باز کنید. این فقط مثل که باز میکنه. حالا قفل کنید. مهم باز کردن. در باز کنید. خب حالا در باز کردی میخوای بری مسافرت، بی زحمت روشن کن قربان. اگه روشن شد بردار برو. دوستان یا خدا اینجا نگران نباش، من هستم مجبورم. اگه ندم من باید ماشین خودم رو بدم اتفاقا 206 بدم به ایشون، چون ایشون هم برنده شدن دیگه. روشن کن. جان من روشن کن. حالا یه کاریشو کن. ببین قول بدیم روشن کن. بیا بچه قول بدیم بکن. یه کاریشو کن. خدایی مجری عادل دیده بود. اگه همونجا الان میگفتیم ایشون برنده است، بنده خدا که حقش بود. البته ایشونم با کلی انرژی برنده شد. خب الان دیگه برنده مشخص شد دیگه. خب من یک نفر باز نکرده، بیا داشته باش که نفر سوم باز کنه. 1 ساعت دوستان پخش شد به ما تایم بدن اون وقت. بفرمایید. ایشون اون سویچ رو به من بدید. سویچ که فعلا قفل میکنه رو من میگیرم، چون اون قفل نمیکنه. این خدمت شما گوش نکنید. شما بی زحمت امتحان کنید. باور کنید اینجوری یه هود شد. نه نمیشه. یه کاری کنید. من از دوستان عزیز ایران خودرو میخوام که یه قولی بامدن به همه دوستانی که اینجا اومدن، عزیزانی که آمدن و سویچشون باز نکرد، یکی جایزه بدن. کرمشون